بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، سلام دادن نیز احکام خاص فقهی خود را دارد. یکی از دوستان چنین پرسیدم: نفری از دوستانم به من گفت به فلانی، یعنی نام یکی از خویشاوندانش را گرفته، به من گفت سلام مرا رسان. یعنی یک نفر از دوستانش به این برادری که سوال کرده گفته است که سلام مرا به فلان نفر از خویشاوندانم رسان. و این برادر عزیز ما نوشته که نفر دیگری از دوستانم به من گفت سلام وی دوستت را حتما به خویشاوندش برده رسان، این امانت است، اگر نرسانی گناهگار میشوی. سوال کرده است که آیا گفته این دوستم حقیقت دارد؟ آیا این سلام را من باید حتما برسانم؟ اگر فراموش کنم چه حکم دارد؟ جواب این مسئله چنین است دوست عزیز و همه بینندگانی که میشنوید، گفته آن آشنای این دوستی ما درست است. سلام را وقت نفری قبول میکند امانت محسوب است، باید برده به آن کسی که به او سلام داده شده برده رساند. و این عمل یعنی سلام فرستادن به دست کسی از عملهای مستحب در اسلام است، زیرا سلام از شعارهای بزرگ اسلام، از عادت مسلمانان و وسیله تقویت دوستی و محبت ها میان مسلمانان است. باید سلام را انسان احیا کند، باید سلام دهد. در حدیث آمده علی من عرفت ولم تعرف، به شخصی که میشناسی و یا نمیشناسی، مدام مسلمان است باید، این تحیه اسلام است، باید به او سلام گویی. و نفری که به تو سلام میدهد که سلامی مرا به فلانی رسان، خوب است، البته این سلامی مرا برده رسانده شود و این سلام بر ذمه این شخصی که آن را قبول کرده امانت محسوب است. باید دقت کنند و فراموش نکنند اون سلام را به شخصی سوم سلام داده شده یعنی برساند. دلیل های این مسئله در کتاب های حدیثی و کتاب های فقهی البته وارد شده آمده. مثلا امام بیهقی و امام عبدالرزاق صنعانی، امام ابن سعد در طبقات، اینچنین امام ابو نعیم اصفهانی و امام ابن بطال شارح صحیح بخاری روایت کردند که مرد از شام، سوریه امروز، یعنی به نزد صحابی بزرگوار پیامبر صلی الله علیه وسلم سلمان فارسی آمد رضی الله عنه اجمعین. یعنی یک نفر از شهر شام به نزد سلمان فارسی آمد و سلمان گفت ان ابا الدرداء یقول علیک السلام. برادرت ابو دردا، صحابی دیگر که در شام سکونت کرد، قاضی شام بود، و این ابو دردا با سلمان فارسی برادری نزدیک بودند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتا به مدینه هجرت کرده آمدن، میان یک نفر مهاجر و یک نفر انصاری برادری قائم کردند، علاوه بر آن برادری عمومی که میان آنها بود. البته برادری که در میان مسلمانان هست، باز یک نوع برادری مخصوص میان یک نفر صحابی مهاجر و یک نفر صحابی انصاری از اهل مدینه. و سلمان فارسی را پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابو دردا برادر قرار داده بود. یعنی این زمان که این نفر آمده سلامی او را میرساند، ابو دردا در شام است و سلمان در عراق، و این نفر سلامی ابو دردا را، برادرش را یعنی به سلمان فارسی آورده میرساند. سلمان فارسی به این مرد میگوید کی آمده بودی؟ مرد میگوید 3 روز قبل. حضرت سلمان با او میگوید اما انک لو لم تؤدها كانت امانه علی، یعنی میگوید اگر این سلام را به من نمیرسانیدی بر ذمت امانت باقی میماند. بدین خاطر امام فقیه ابن عابدین در رد المحتار آورده و ظاهر ان هذا اذا رضي بتحملها يجب عليه ذلك لانه من ایصال الامانه لمستحقها. ظاهرا حکم این مسئله چنین است که وقتا نفری راضی شده سلامی کس را میپذیرد، میلش میگوید سلام شما را میرسانم، واجب است این سلام را به شخصی سلام داده شده به شخصی سوم برده رساند، زیرا میگوید لانه من ایصال الامانه لمستحقها، زیرا از جمله رسانیدن امانت به صاحبش است. این سلام حق آن نفری سوم است، در دست این نفر امانت است، باید به صاحبش برده رساند. امام نووی نیز در کتاب مجموع خود میگوید یسن بعث السلام الى من غاب عنه و فیه احادیث صحیحه.
ويلزم الرسول تبلیغه لأنه امانه. از جمله سنت های اسلامی است میگه سلام فرستادن به شخص غایب. یک دوستی کس، یک خویشی کس که در راه دور از جای دیگر از او غایب است، یک نفر چون نزد او میرود، از جمله سنت ها و آداب خوب اسلام است تا به شخص غایب سلام فرستد، به دست شخص حاضر به شخص غایب سلام روان کند. و فيه احادیث صحیحه، در این مورد احادیث صحیح آمده. و یلزم الرسول تبلیغه، و به شخصی که سلام را قبول می کند لازم است، حتمی است که آن سلام را برساند، لانه امانه، زیرا این سلام امانت محسوب است. اینچنین از احکام دیگری که به این مسئله تعلق دارد، اگر شخص به شخص دیگری نوشته سلام فرستد، در مکتوبه یا در این وسایل تواصل امروز اگر سلام فرستد به شخص، سلام برسد از شخص غایب به واسطه کتابت. فقها میگن یا به لفظ یا شفوی دهانی سلام گوید و یا جواب سلام باید بنویسد. امام ابن عابدین نقل کرده فی الجامع الصغیر للسیوطی رد جواب الكتاب حق كرد السلام. یعنی امام ابن عابدین از امام سیوطی نقل آورده که جواب گفتن سلامی نوشته مثل سلامی گفته شده است. یعنی فرق ندارد که سلام را به زبان میگوید شخصی به تو سلام میدهد یا به نوشته میفرستد، حقش این است که آن سلام را انسان جواب گوید. در ادامه میگه اذا كتب لك رجل بالسلام في كتاب وواصل اليك وجب عليك الرد باللفظ او بالمراسله وبه صرح جمع شافعیه وهو مذهب ابن عباس. میگه یعنی توضیح میدهد که چون این صورت شود اگر کسی به تو نامه نویسد، سلامی او به تو آمده رسد، حتمی است که او را جواب گویی، یا دهانی و یا به کتابت. و این مذهب ابن عباس است. میگه نظری صحابی بزرگوار مفسر قرآن عبدالله ابن عباس چنین بود، حتمی میدانست که نامه‌ای که در او سلام آمده جواب گفته شود. خلاصه این مسئله این که شخصی اگر به کسی سلام سپارد که این سلام مرا به فلانی برده رسان، رساندن آن سلام واجب است و این سلام حکم امانت را دارد، نباید سهل انگاری کند، نباید بی‌پروایی کند، میباید آن سلام را برساند. اگر به اختیار فراموش کند البته گناهی نمیگیرد، ولی نباید سستی و بی‌اعتنایی به این امانت کند. در حفظ و امان خداوند باشید.